بسم الله الرحمن الرحیم. در تداوم عملیات‌های موفق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه دشمنان آمریکایی صهیونیستی، موج 87م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تقدیم به مجاهد نستو و سردار شهید سرافراز دریابان تنگسیری و شهدای دلاور و قهرمان نیروی دریایی سپاه به اجرا درآمد. مراکز کنترل و فرماندهی، آشیانه‌های پهپادی و انبارهای لوجستیکی، پشتیبانی، تسلیحاتی و مراکز اختفای نظامیان تروریست به ویژه خلبان‌های آمریکایی و صهیونیستی در مناطق مختلف از جمله 5 پایگاه آمریکایی در منطقه و مراکز نظامی در جنوب، مرکز و شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین شامل حیفا، کریات شمونه، تل‌آویو، بئرالسبع، دیمونا، الخرج، جفیر و ویکتوریا با موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع عماد، قیام و خرمشهر و پهپادهای انهدامی نقطه زن مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. از شب گذشته تا امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با پهپادهای هجومی، ایستگاه‌های رادار دشمن آمریکایی صهیونی مستقر در امارات که مأموریت کشف و رهگیری موشک‌ها و پهپادهای رزمی را به عهده داشتند و همچنین مراکز زیرساختی البیت سیستم و محل تولید و توسعه سامانه‌های پدافندی و آفندی رژیم در تل‌آویو را مورد حملات دقیق قرار داد. هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی و تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مد ظله العالی تا به زانو در آوردن دشمنان آمریکایی صهیونی تداوم خواهد